لحظه‌ای که مواد مخدر وارد بدن میشن، مغز به صورت ناگهانی غرق در سیگنال‌های شیمیایی میشه و میزان دوپامین به شکل غیرقابل تصوری بالا میره. فرد حس سرخوشی شدید، انرژی غیرعادی و حتی شادی مصنوعی رو تجربه میکنه. ولی این لذت موقتیه و مغز به سرعت دچار کمبود و خستگی شدید میشه که میتونه خلق و خوی اون رو کاملا تغییر بده. در نتیجه مغز توانایی تمرکز، تصمیم‌گیری و پردازش اطلاعات را از دست میده و حتی بعد از ترک کوتاه مدت اختلال در حافظه و مهارت‌های فکری میتونه ادامه داشته باشه. ولی این تازه شروع داستانه و اثرات واقعی مواد مخدر فراتر از این هاست. سیستم پاداش مغز که روزگاری به شادی‌های طبیعی پاسخ میداد، الان دچار اختلال شده و لذت واقعی کم ارزش به نظر میرسه. در نتیجه فرد بیش از پیش به دنبال مصرف دوباره مواد مخدر میره و چرخه اعتیاد شکل میگیره که مغز رو توی دام خودش گرفتار میکنه. ولی این تنها شروع مشکلاته. مصرف مداوم باعث تخریب نورون‌ها و اتصالات عصبی میشه و مغز توانایی پردازش اطلاعات و ذخیره خاطرات رو کاهش میده. ولی اگه فرد زودتر ترک کنه و از حمایت حرفه‌ای بهره مند بشه، بخش‌هایی از مغز میتونه خودش رو ترمیم کنه و دوباره فعال بشه. در نتیجه ادامه مصرف مواد، تغییرات ساختاری مغز آغاز میشن. مناطقی مانند قشر پیشانی و هیپوکامپ کوچیک میشن و کنترل رفتار، تصمیم گیری و حافظه رو تحت تأثیر قرار میدن. ولی این تغییرات گاهی دائمی هستند و میتونن زندگی روزمره رو به چالش بکشن. با ادامه مصرف، مغز به ماده وابسته میشه و بدون اون دچار اضطراب، لرزش و افسردگی میشه. ولی حتی بعد از ترک کامل، میل شدید به مصرف دوباره باقی میمونه و فرد نیازمند حمایت و مراقبت مداومه تا به مسیر طبیعی خودش برگرده. در نتیجه، مغز هر چقدر هم مقاوم باشه، مواد مخدر میتونه آسیب شدید و گاهی غیر قابل بازگشت ایجاد کنه. ولی آگاهی، پیشگیری و ترک به موقع میتونه مغز و بدن رو نجات بده و فرد رو دوباره به زندگی واقعی و سالم خودش برگردونه. لطفاً اگه اطلاعاتی دارید توی کامنت برام بنویسید که از مواد مخدر رایج در ایران کدوم مواد خطرناکتر و البته شایع‌تره. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا بازم در آینده میزبان شما در یک ویدیوی جذاب و کاربردی دیگه باشم.